برای شروع ویدیو یوتیوب هم داشتم توی اکسپلور میگشتم، ویدیوها رو نگاه میکردم، بالا پایین میکردم تا اینکه به این ویدیو برخوردم. سلام، وقتتون بخیر. اکشن فیگور است. فکر کنم بعد موقع مزاحم توشم، درسته؟ به آقا بنیامین دوم و سوم مرداد تولد گیم تکه. اینجا هم بد خفنه، منتظرتون هستیم. دوم و سوم مرداد. بعد از دیدن این ویدیو یک آن به خودم اومدم و گفتم حاله که قرار بنیامین اونجا باشه چرا ما نریم؟ چرا ما ویدیوشو نگیریم؟ پس سریع آماده شدم، مقدماتو آماده کردم، بلیطو گرفتم، وسایلم هم جمع کردم که بریم تهران و ویدیو رو آغاز کنیم. از اینجا به بعد همراهمون باشید. ساعت 7 صبح و از همین الان ولاگ ما شروع میشه. ما قراره که الان آماده بشیم. ساعت 8:50 بلیط قطار داریم سمت تهران. سگو بزنید ساعت 7 صبح پا نمیشه ولاگ بگیره که من میگیرم. ساعت 8:20 است. الان رسیدم راهن میگیم که سفر قطار بشیم. ساعت 11:07 است و ما رسیدیم تهران و الان قرار بریم پیش فیلم بردار. لطفاً از روی صف فاصله بگیرید. پشت خط ظرف بیستید. مسافرین محترم لطفاً از روی صف فاصله بگیرید که بریم سمت اون برنامه‌ای که قرار برگزار بشه. تو طول مسیر که داشتم با راننده میومدم سمت محلی که حالا قرار بود با فیلم بردار هماهنگ کنیم، خیابونا رو داشتم میدیدم، محله ها رو داشتم میدیدم و واقعا دلم برای تهران تنگ شده بود. حقیقتا ای کاش میشد که اینجا واقعا موندگار بشم، چون که من خیلی تهران دوست دارم و داخل اون بازی 12 روزی هم که حالا جنگ شده بود و این داستانا واقعا قلبم برای تهران میتپید و الان که داشتم خیابونا رو میدیدم، دانشگاه هم و سمت خوابگاه رو داشتم میدیدم، باورتون نمیشه چقدر دلم تنگ شده و دارم به این فکر میکنم بعد از کارشناسی واقعا چجوری بتونم تهران رو ترک کنم. خیلی اینجا رو دوست دارم. ما به پاس تلاش و زحماتی که شما داخل یوتیوب انجام میدید و از اونجایی که من تو 12 روز جنگ خب همه وقتم رو گذاشته بودم توی فضای یوتیوب و داشتم ویدیوهای شما رو میدیدم و میدیدم الحق و الانصاف خیلی کاراتون درجه یکی. این سری هدیه‌های خیلی کوچولو آماده کردیم برای تشکر از شما که اولیش کار تیم خودمونه بودوقا که عکس خودتون رو زدیم و چون رنگ آبی رو دوست داشتید از این آهنگ استفاده کرده بودیم و امیدوارم که خوشتون بیاد. بقیه‌اش آقا ما توی یکی از ویدیوهاتون رفیقتون آقا بابک گفتش که شما به لواشک علاقه‌مندید. روزی یه جایی اگر بنیامین رو قرار بود ببینید حتما واسش لواشک بیارید. لواشک کلی لواشک و این چیزا هم اینجا هست و پاستیل هم گرفتیم براتون. من عاشق پاستیلم. امیدوارم که خوشتون بیاد و بریم آماده بشیم بریم اونجا و کلی اتفاقای جذاب صورت بریم. الان شاید دیگه اون یاد کل قبلمو نداشته باشم و مثلا گیم نزنم، ولی بچه که بودم از صبح تا شب ما گیم می‌زدیم. از واقعا مدرسه برمیگشت از مدرسه برمیگشتم می‌مدیم اینجا که نه ماشینا رو ببین. خدایی ازم قطع آمیز کرد. خدایی جذاب فوق دارم میزنم. آره خلاصش این که از مدرسه برمیگشتیم واقعا میشستم با کامپیوتر از بعد ظهر مثلا تا خود شب من واقعا گیم می‌زدم. واقعا زشته بچه‌ها شما این کارو انجام ندید. درس بخونید. جذابی داشتم. درسامون رو می‌خوندیم ولی خب نگو درس بخونید. خیلی کم. دیگه بزرگ شدم خیلی دیگه سمت چیز نمیبرم.
حوالی ساعت 11-12 رفتیم گیم تک و بچه ها نبودن. ما رفتیم یه استراحتی کردیم، یه رستوران رفتیم، یکم حالا یک مکانی رو پیدا کردیم استراحت کردیم و الان که استوریا رو دیدم متوجه شدم که انگار بابک کاریان اومدن و امیدوارم بنیامینم اومده باشه. الان دارم میرم که اگر بچه ها رو دیدم با مسیحا هماهنگ کنیم و بریم و هدیه ها رو بدیم. هدیه ها دست مسیحاه و ببینیم چی پیش میاد. واقعا انقدر هوا بد بود اون اولاش، من سرگیجه شدید گرفتم و حالم بد شد، ولی الان خدا رو شکر هوا ابریه و امیدوارم که هوا خنک‌تر بشه. ببخشید من چون واقعا با دوربین هنوز خیلی ارتباط آنچنانی ندارم، امکان داره که هی اطراف نگاه کنم و به دوربین نگاه نکنم. بریم که ببینیم چه خبره. روخش میره. آقا ما نشستیم و دارم بچه ها رو میبینم، ماشاءالله خیلی شلوغه ولی رفقای یوتیوبرمون رو نمیبینم درجه خیلی درست خدایی و واقعا نمیدونم. آقا ما از ساعت 10-12 تا الان بیکار وایسادیم منتظر مستر بیست ایرانیم. این چه نمیای برادر محترم؟ نهایتا ویدیو رو بدون حضور شما خودمون آپلودش میکنیم. بچه خیلی جای خفنیه، کاستوم پلیری هم که پوشیدن خیلی چیزای جذابیه واقعا. بازی کشوندنشون آوردنشون تو دنیای واقعیت و خیلی بچه حالی من بدم میاد. جذابی داره میفته. ما یه زمانی اسنایپر ایکس می‌زدیم. زمانی بلک کماندو من می‌زدم. اصلا دوست ندارم. نه چرا؟ خیلی چیز جذابیه واقعا. ما هنوز هم منتظریم تا یه تایمی میتونیم بمونیم. نهایتاً اون هدیه‌ای که بچه‌ها تدارک دیدن به عوامل میدیم که نهایتاً به دست بنیامین برسه و امیدوارم که ببینیمش، چون که از راه دور اومدم. الهی چه پرغرور اومدم و دوست دارم ببینمش. بالاخره حداقل سهیل اومد. یه سلام به ویدیو. سلام آقا چکریم بتر کنیم. بچه‌ها واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر مردمی باشه سهیل. خیلی آدم خفنیه. سهیل یه دقیقه وایسا با همین عکس بگیریم. داداش وسط عکس جانو برم من نوکرم. مرسی. بچه‌ها واقعا منم ذوق دارم. نمیدونید چه خبره اینجا، خیلی شلوغه و اینکه رو بگیر قرار خفنا بیان. فقط سویسورا قرار نیست بیاد. Merry Christmas. قراره که ویدیو بگیریم. چقدر تازه داره. واسه همین خیلی خوشحال میشم که اگه همراهی کنیم پروموت کنیم و منتظر بقیه هستیم. بیا تو ویدیو از رفیقای دقیقه. آقا قرار با سویل حرف بزنیم. سولبایی میایم وسط. حالا همه میایم وسط سولبایی میریم، خیلی قشنگ حلری میریم حتی اگه باشیم عین فرنگ. عزیز دل آره مدیریت کن سرشاد. دستم خیلی داره میلرزه. باورتون نمیشه چقدر شلوغه. و چقدر سهیل مردمی هست. سهیل مردمی هست اینقدر آدم و دورشن معلوم نیست سهیل. و ما هنوز منتظر بنیامین، منتظر سامسامری قرار بیاد. خیلی حس خوبیه.
بچه یوتیوبه بچه ها عشق منید نوکرتونم بعدت شد مخلص ساعت حوالی 7 بعد از ظهره و هنوز که هنوز بنیامین نیومده. خیلی شلوغه اینجا، خیلی شلوغه اینجا. آقا ما منتظریم همچنان دیگه. من تا یه بازی زمانی میتونم بمونم، بیشتر از این نمیتونم. اگه داداشمون اومد که اومد، اگرم نیومد که امیدوارم که حالا هدیه رو به دستش برسونم. و اصلا اینجا میگیم که خیلی آدم خفنی هستی، سخرم خیلی کاراتو دوست داریم و بسیاری از بچه‌هایی که اینجا اومدن من باشون صحبت کردم گفتم واسه بنیامین اومدیم، ما منتظر میمونیم. حالا ببینیم چی میشه. خیلی شلوغه و هنوز سام صابری هم نیومده، به بنیامین نیومده. گفتن افشارتیک هم میخواد بیاد. سهیل عزیز داریم. چرا گوشی حس و حالتو میگی، حس و حالتو میگی. واقعا عالی. همه اصلا پشمام ریخته. اصلا باور میکردی انقدر استقبال بشه؟ خیلی عشقم، واقعا همشون عشقم. جیگرای منم. حرفی سخنی چیزی اگه هست اسم همتون. و بعد بریم سمت گیت که سوار قطار بشیم. خلاصه مختصر بهتون بگم خیلی اتفاقای جالب و جذابی افتاد. استقبال بی‌نظیر بود. سهیل سلوا اومد و بیشتر ویدیو قطعا از سهیل سلوا قرار باشه، ولی ما خیلی ذوق اینو داشتیم که بنیامین هم ببینیم، ولی متاسفانه نیومد. تا لحظه آخرم من وایسادم ولی خب بنیامین نیومد. اشکالی هم نداره. امیدوارم ایونت های دیگه برگزار بشه و ما بتونیم بنیامین رو ببینیم. خیلی روز عجیب، خیلی روز پر استرسی بود، پر چالشی بود. مثلا از اولش من چون که حالا از یه شهر دیگه پا شدم اومدم، اون کم خوابی ها بود، اون استرس ها بود و ما از ساعت مثلا 10 صبح مداوم میرفتیم گیم تک که ببینیم بچه‌ها اومدن یا نیومدن که نهایتا سهیل عزیز اومد. و باید یه نکته جذاب بگم، بچه‌ها سهیل خیلی مردمیه، دونه به دونه به بچه‌هایی که اومدن اونجا عکس گرفت و چندین بار دیدم که مثلا چند تا بچه اومدن باهاش عکس گرفتن رفتن و ما هم خیلی مزاحم شدیم. دیگه انقدر من هی ویدیو گرفتم از سهیل اینجوری شد که خود عوامل بچه‌های گیم تک میگفتن که بابا این خانم سیگی فقط ویدیو گرفته.
خلاصه ماجرا این که ما خیلی دوست داشتیم بنیامین عزیز ببینیمت ولی نشد. امیدوارم در فرصت‌های دیگه بتونیم اتفاق جالب و رقم بزنیم که از نزدیک ببینیمت. خیلی خوش گذشت از تک تک بچه‌های گیم تک که زحمت کشیدن، بابت نوشیدنیایی دادن، بابت رفتار خوبی که داشتن و محبت‌هایی که داشتن تشکر می‌کنم. واقعا فضایی که این ایونت رو برگزار کرد خیلی واقعا بچه‌های همدل و همراهی داشت و نظم داشتن بچه‌ها و خیلی زحمت کشیده بودن. امیدوارم که هر چه اتفاق خوب واسهتون بیفته. ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدید و نمیدونم اصلا این ویدیو رو آپلود بکنم نکنم و امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و اینکه حرف دیگه‌ای ندارم. شبتون بخیر، دلتون خوش، جیبتون پر، لبتون بخیر. داشتم از قطار جا می‌موندم.